این بلاگرهای تاجیک ویدیوی هنگامه‌سازی را درباره زنهای خیابانی تهیه و نشر کردند که به باز شدن پرونده جنایی آورد. می‌دونستیم که просмотрش زیاد می‌شود. می‌دونستیم که популярность پیدا می‌کنیم و بسیار چیزا می‌دونستیم و می‌دونستیم که может быть فرود می‌کنن، سوال جواب می‌کنن. اینا همه را می‌دونستیم نه که تا این درجه نه. وزارت کارهای داخلی بعدی 17 ساعت نشر ویدیو در یوتیوب آنها را دعوت و بازپرسی کرد. گفتند این 4 جوان معلومات شخصی را غیر قانونی پهن کردند و اعمالشان غیر اخلاقی بوده است. بلاگرها میگویند واقعیت را نقل کردند. در شهر میگشتم همه چیز را میدیدم، ماشین میمدن دخترها کردی گپ زده، یگان ماشین کمبغالسکی باشه او کد نمیشتن، یگان ماشین بولمن سریوزنی باشه میرفتن همه چیز را یک بار نه چند بار. رستم میگوید هدف از ثبت این نوار تغییر مناسبت با تنفروشان و برای ترک این کار به آنها کمک کردن بود. این ویدیو این نوار کمتر باید ما تأثیری ارائه کنیم آدم‌ها. کمتر هم تأثیری هم کمتر بمانه هم کمتر چه بگم تربیوی شود گفتن. ما همین ویدیو $1 $1 کار نکردیم. گرچه که هزارها آدم‌ها نوشتن که شما برای پول لوبای کار کردن تیار هستید. برخورد مقامات به نوار درباره زنهای خیابانی در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های مختلف به بار آورد. حقوق‌شناسان هم بین عیب اعلان شده و اعمال جوانان ربطی ندیدند. در همین مواد ما باز یک بار دیگه هم تکرار شود نه نام و نسب پره، نه جای استقامت و نه زندگی اویلگی و در وقتی فعالیتی اگر گویم کاری آنها و وقتی درآمد یافتن آنها این کار شده است و این درآمد غیر قانونی است. این درآمدی که نسبت همین درآمد باید چاره مأموری پیش بینی کرده شود. برخی از وکیلان پارلمان بر این باورند که بلاگرها با این نوار یک مشکل جامعه را نشان دادن می‌خواستند و این حق را هم داشتند. چون دولت دموکراتی است، همه حقوق آزادی ابراز عقیده دارند. زیر ساختارها نیز البته باید این طور حل کنند که ما جامعه را ناآرام نکنیم و دخورگی در فهمیش مردم نافتد که جامعه دموکراتی است برای چی غمیتیان و دیگر. با آنکه بلاگرها در عمل خود یگان جنایتی نمیبینند میگویند به هر حکم حاضرند. возможность نداریم اپا برای که کجای مثال مراجعت کنیم که اون کس مثال ادوکات دستگیری کنند یا که یگان سود همین چیزا همش رسخود است و میدونیم که سراغنا همین جزا را میتیم باید داد او آدمو مثال چی آدم کردن میتونن لیکن возможность финансовом плане باور کنیم اپا نداریم. 20 ساله بر طبق ماده 144 کودکس جنایتی اگر عیب آنها اثبات شود از 10 تا 25,000 سومانی جریمه خواهند شد.